خوش اومدی. بالاخره وقت بازنشستگی تو هم رسید جناب سرهنگ امیر کاویان. دیگه باید باورت بشه داری پیر میشی. فقط یه ماه دیگه مونده. همینجا توی یه ماهی که از خدمتت مونده خودتو حسابی آماده کن برای دوران بازنشستگی. زیاد کری نخون رئیس. همین روزا نوبت خودت هم میشه. بله؟ جناب سرهنگ امیر کاویان. خودم هستم، بفرمایید. میخواستم اینو بدونید که به زودی یه بازی شروع میشه. یه بازی که با مردن شما و خانوادتون تموم میشه. چه شاعرانه و یه نه. شما کی هستین؟ عجله نکن، به موقعش میفهمی. میبینمتون. خداحافظ. الو؟ الو؟ ببین بروجک چیکار داره میکنه. خیلی خوشحاله. اینو بگی من یه عکس بگیرم ازش. آره الان بهترین هست. بچه‌ها آماده باشین. میخوام یه عکس بگیرم. 1 2 آقا جون صبر کنی، میخوام بابا مامانم هم باشم.
حالا بگیرید. حسابی بهش خوش گذشت. براش لازم بود. آره. مریم هم عین مامانشه. یادت همه میگفتن نرگس باباییه؟ مریم خیلی بهت وابسته شده. منم به اون وابسته شدم. نمیدونم اگه این بچه با اون زبون شیرینش نبود چطوری میتونستیم با غم اون هنوزم بعضی وقتا منتظرم بیام خونه نرگس و محمود اینجا باشن. بازم با هم بگیم بخندیم. خیلی خوب دیگه. ببرش اتاقش. ایران عزیز، ایران من، دوستت دارم و از ذره ذره خاکت تا پای جان حراست میکنم. تو چته؟ چرا چیزی نمیخوری؟ همش تو فکری. چیز مهمی نیست. دیشب تا صبح نتونستم بخوابم. همش خوابای بد میدیدم. خواب بد؟ خب چی دیدی؟ خواب دیدم یکی میخواد مریم رو خفه کنه. نگران نباش. برو بیدارش کن بیا صبحونش بخور. آره دیگه وقتشه که بیدار شه.
پاشو بریم صبحونه بخوریم. مریم، مامانی، مریم جان، مریم. سلام. صبح بخیر مامانی. سلام عزیزم. تو که کشتی منو. مامانی صبحونه چی داری؟ هر چی که دلت بخواد عزیزم. پاشو بریم دست رو بشوریم بریم صبحونه. پاشو. مریم خانم ما خیلی خوبه، خوابیده، خستگیش هم در رفته. الان میخواد بره به آقا جون یک سلام بلند بده. سلام. سلام صبح بخیر آقا جون. صبح بخیر دختر گل من. بوده بقیده خوابیدی؟ شیرین جون تلفن جواب بده. بله بله. جناب سرهنگ کاویان تشریف دارم؟ من خانمشون هستم. ببخشین شما؟ من همون کسی هم که قرار روزگارتون رو سیاه کنم، زندگیتون رو آتیش میزنم. یعنی چی؟ شما کی هستی؟ به زودی منو میشناسی. من قاتل شوهرتون هستم. کسی چه میدونه، شایدم هر ستاتون رو ریز ریز کنم. شایدم یه روزی نوه کوچولوتون رو جلوی چشماتون خفه کردم. باید ببینم کدومش منو آروم میکنه. فهمیدی؟ خفه شو. مطمئن باشین زنده نمیذارمتون. بی خود کردی. چرا به هم ریختی؟ کی بود؟ نمیدونم کدوم دیوونه‌ای بود. حرف مف میزد. بله. سلام، فرزامی هستم. سلام رئیس. کجایی؟ طوری شده؟ فعلا فرصت توضیح دادن ندارم. آدرسی رو که میگم یادداشت کن. بله یه لحظه اجازه. بفهم. بله الان خودم میرسونم. یه مأموریت فوری پیش اومده، باید برم. امیر، من دلم شور میزنه. نگران نباش، فقط اگه تلفن زنگ زد به شماره‌ای که نمیشناسی جواب نده. درم تا مطمئن نشدی که پشتش باز نکن. باشه؟ فعلا خداحافظ. خداحافظ. شهرک قبل. مقتول اسمش نادره، نادر مصطفی، سابقه دار، معروف به نادر سیاه. از کله گنده های پخش انواع مواد مخدر تو شهر بوده. هرچی که فکرشو بکنی، از هروئین شیشه گرفته تا چه میدونم قرص و کراک و همه چی. ظاهرا اینجا تنها زندگی میکرده. پزشک قانونی معتقد حدود ساعت 3 صبح کشته شده. کاملا بی سر صدا. همسایه ها نه صدایی شنیدن نه چیزی دیدن. خیلی عجیبه. عجیبتر چیزیه که به خاطرش ازت خواستم بیا اینجا.
چی؟ همون چیزی که مقتول بهش زل زده. چقدر عجله داری سرهنگ؟ کجا میخوای بری؟ من هنوز باهات کار دارم. شهرک غرب. لطفا سریعتر، من عجله دارم. آقا چقدر عجله داری؟ کجا میخوای بری؟ آقا چقدر عجله داری؟ کجا میخوای بری؟ کجا میخوای بری؟ 4 کجا میخوای بری؟ آماده این؟ بشمارین از 1 تا 10. 1 2 بلند. خیلی خب، روزای هفته رو شروع کنید به شمردن تا من بیام. شنبه، یک شنبه، الو. سلام شیرین. سلام جناب سرهنگ. خوب گوش کن ببین چی میگم. مریم که حالش خوبه نه؟ آره خوبه. طوری شده؟ نه طوری نیست. تو منو نگران کردی امیر. چی شده؟ گفتم که چیزی نشده. فقط میخواستم بگم که از مهد کودک بیرون نیاین. امروز خودم میام دنبالتون. باشه. با اینکه از حرفات سر در نمیارم ولی چشم. منتظرت میمونم. دیر نکنی ها. نه. به موقع میام. خداحافظ. مامانی جانم. پس چی شد؟ بیا دیگه. اومدم عزیزم.
چی فکر میکنی امیر؟ نمیدونم. چی بگم؟ پرونده عجیبیه. یه قاتل باهوش که هیچ رد پایی ازش باقی نمونده. این پرونده رو میدین به من؟ اگه تو بخوای آره. اون جونور یه جورایی پای تو رو کشیده وسط. در واقع اون تو رو انتخاب کرده نه من. خب چی میگی؟ یه کمی به من فرصت بدین. باید فکر کنم. دستتو بیار حالا تا کبابت کنم. حالا نوبت خودت هم میشه جونم. قرار نبود انقدر محکم بزنین. حالا تو دستو موزه باش بکش. راه باید محکم بزنی. راستی آقا جون عرصتی که قول داده بودید برام بگیرین نگرفتین نه؟ بله. خانم کاویا بفرمایید. خبر خیلی بدی براتون دارم. شما کی هستی؟ روز مرگ همسرتون نزدیکه. خوب نگاش کنین تا بعداً دلتون براش تنگ نشه. خفه شو. چی شده شیرین؟ کی بود؟ یه مزاحم بود. آروم باش. میگه اگه به حرفش گوش ندی مریم میترسونی. این کی بود امیر؟ از جون ما چی میخواد؟ سلام رئیس. شب خیر. من فکرامو کردم. اون پرونده رو میپذیرم. مقتول وقت مردن تقریبا تو فضا بوده. مقدار مخدری که تو خونشه وحشتناکه. در حقیقت میشه گفت اووردوز کامل. چی مصرف میکرده؟ هروئین، اونم از نوع مرغوبش. پس معتاد بوده. جایی سوزن که تا دلت بخواد رو بازوش هست، اما اگه از خودش میپرسیدی میگفت نه بابا تفریحیه. بیا تا با تیم تحقیق پرونده آشنات کنم. راحت باشی. خانم خالدی مسئول تیم تحقیق پرونده هستن. تو این پرونده باید همکاری دارن. خوشبختم قربان. سروان حسینی هم که میشناسید، از نیروهای زبده عملیاتی. بله خسته نباشید. خوشحالم قربان. چه خبر؟ اولین حدس ما اینه که این پرونده میتونه یک کینه شخصی باشه علیه شما. این مشخصات تمام افرادی که طی 1 سال گذشته توسط شما دستگیر شدن. تصمیم داریم با مجوز قضایی به زودی از همشون بازجویی کنیم. خوبه. هر چه زودتر شروع کنید. بله قربان. 6 ماه که آزاد شدی. تا الان کدوم گوری بودی؟ بابا من تا کی باید چوبه اشتباهو بخورم؟ چاکرتم. دارم زن میگیرم. شما که خوب منو میشناسین. من یه تاجرم.
خواهرم با بچه‌هاش خونه ما بود. من تمام خلافا رو دورش خط کشیدم. اگه یه وقت بفهمن که من آوردین اینجا خیلی برام بد میشه. یه موقعی یه غلطی کردم افتادم هفت تومونشو دادم، بس نیست. حالا ما مرخصیم بریم. به سوالی که ازت پرسید جواب بده. حالا بشون. اگه خونه خوابیده بودی پس اون دستت چی شده؟ از 1 تا 4 بشون. بانده دستتو باز کن ببینم. جمله رو که میگم تکرار. شاهدم داری؟ خیلی عجله داری؟ کجا میخوای؟ اون شب کجا بودی؟ آقا چقدر عجله داری؟ کجا میخوای بری؟ آقا چقدر عجله داری؟ کجا میخوای بری؟ دستم سوخته. مگه نشنیدی چی گفتم؟ چشم بازش میکنم. آقا چقدر عجله داری؟ کجا میخوایم بریم؟ داغش کردم که دیگه خلاف نکنم. 1 2 3 4 خوب بود؟ آقا چقدر عجله داری؟ کجا میخوای بری؟ 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 آقا چقدر عجله داری؟ کجا میخوای بری؟ 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 بفرمایید. قربان، خواهر مقتول تو اتاقتون منتظر شماست. خواهر مقتول؟ بله، خانم مصطفی. حسینی کار هیچ کدوم از اینا نیست. ولشون کن برن. اطاعت میشه قربان. دوستای صمیمیشو میشناسین؟ من چیز زیادی ازش نمیدونم. یعنی اصلا نمیخوام که بدونم. دوستاشم اصلا نمیشناسم. فقط میدونم که تو کار خلاف بود. این اواخرم انقدر مفت خورده بود که این خرس شده بود. وضع اوضاعش هم بد نبود. با چند تا قاچاقچی عین خودش برخورده بود. چند بارم افتاد تو حبس، اما اصلا براش درس نشد. راست گفتن که توبه گرگ مرگه. بله؟ سلام آقای کاویان. امیدوارم که بی موقع مزاحمتون نشده باشم. شما؟ من؟ نگران نباشین. من فقط میخوام باهاتون بازی کنم. بازی که با مردن شما تموم میشه. گوش کن عوضی. اگه گیرت بیارم بلایی سرت میارم که مردن برات بشه آرزو. فهمیدی؟ دوست دارم کثافت. الو؟ سوال دیگه ای نیست؟ من میتونم برم؟ به سلامت. پس با اجازتون. سلام. سلام.
این چه وضعی امیر؟ هنوز نمیخوای بگی چه خبر شده؟ خبری نیست. دارم روی پرونده کار میکنم مثل همیشه. تو رو خدا مواظب خودت باش. مامانی میای پیش من بخوابی؟ آره که میام پلوت میخوابم. شب بخیر. چی شده شیرین؟ انت امیر چیزی مشکوکی بر نخوردین؟ هنوز نه. شما چی؟ چیزی پیدا کردین؟ فکر میکنم ولی هنوز مطمئن نیستم. خسته نباشی. جناب سرهنگ، فعلا تنها چیزی که پیدا کردیم همینه. یه تار مو روی اون ماسک. شاید به درد بخوره. فوراً بفرستش آزمایشگاه. بله چشم قربان. الو؟ منزل جناب سرهنگ امیر کاویان؟ شما؟ شنیدم دنبال من میگردی. تلفنو بزن رو آیفون. یا بزن رو آیفون یا قطع میکنم. فهمیدی؟ حالت چطوره امیر جان؟ خوبی؟ تو باید بتونی منو پیدا کنی. تو یه نابغه‌ای. واقعاً؟ ببینم ما همدیگه رو میشناسیم؟
خودتو به اون راه نزن دیگه. ما خیلی وقته که همدیگه رو میشناسیم. میبینمت. الو الو آقا جون ببخشید این خانومه کی بود؟ اشتباه گرفته بود عزیزم. آهان اشتباه گرفته بود. خانم خالدی؟ بله قربان. یه لحظه لطفا. ببخشید. میخوام آدرس این تلفن رو سریع برام پیدا کنید. چشم قربان. حسینی میخوام از امروز خونه من تحت مراقبت باشه. چشم قربان، خیالتون راحت باشه. اینجا مسافر زن داری؟ زن؟ نه. دروغ میگه. کی؟ شما؟ پلیس. خسته نباشید. پرسیدم اینجا مسافر زن داری؟ بله بله. بالاست؟ کی؟ نه مسافر نداریم ما. بریم بالا. چی میدونی؟ چند دفعه بگم اصلا من واسه چی گرفتین؟ من هیچی نمیدونم. تو داری دروغ میگی. ببین برای آخرین بار ازت میپرسم فقط راستشو بگو وگرنه کاری میکنم که به حرف بزن دیگه لعنتی. باشه میگم یارو بی پدر و مادر با یه خانمی اومده بود پیشم. گفت امروز یه اتاق با ما بده. اولش گفتم نه نمیشه، ولی بی پدر دست کرد تو جیبش یه چک پول 100,000 از جیبش در آورد.
آقا من خلافکار نیستم ولی دیدم یارو داره پول یاماف خرج میکنه، گفتم برو درسته. تا اینکه اون خانم اومد تفلی میگفت میخوام یه زنگ بزنم. خدا رحمتش کنه. همش همین بود. چک پوله که به داد کو ببینم. چک؟ همون روز خوردش کردم رفت. ببینم اگه این یارو رو ببینی میشناسیش؟ نمیدونم. چه شکلی بود؟ چه شکلی بود؟ شکل شما. ببرش. کجا؟ چهره نگاری. چرا میفهمی؟ چه نگاه؟ چهره کیه بابا؟ چهره من چی آخه؟ چهره نگاری واسه چی؟ یه ذره لاغرترش کن. ببین یه خود لاغرش کن. این خوبه؟ دیگه از این لاغرتر نمیشه. بابا این که داره میمیره که مرد اصلا. این به چه درد میخوره؟ اصلا این دماغه سر جاش نیست. دماغه خیلی بله خسته از همچین. چیز کن یه خود الان چاقش کن. چاقش کن. وایسا این گوشش الان اومد بیرون که گوشش الان گوشش اومده بیرون. ببخشید ببین منو جان حالا اینجایی و چشم خوب حواستو جمع کن. ببین جان این که تموم بشه تو هم میتونی بری بیرون به کار زندگی ترس. پس حواستو جفت کن قشنگ اینجا نگاه کن. کدام پدر گلتو بیامرزه. ببین یه خود لاغرش کن. این خوبه؟ این گوشش شما رو موهاش تا کار میکنه. نمی‌کردم بیار گوش. آقا یه خود چاقترش کن. شما چاق چجوریه؟ چاق فقط اینجا رو چاق میکنی؟ گوشاش هم باید بیاد بیرون. یه ذره لاغرش کن. وایسا. همینه؟ آره همینه؟ چی؟ یارو همینه؟ نه ایشون چیز کرد. اشتباس این نیست که. ببین الان یه خورده خدا بیامرزه. شما این عین دایی منه. خدا شما سرمون بذار من برم. من چیزی یادم آمد میام میگم. آقا اینو تو درستش کن میری. اون یارو که چک پول 100 تومانیه رو بهت داد اینجوری بود؟ خداییش چک پوله رو یادم ولی قیافش دیگه همینجوریه دیگه. همینجوری بیریخت. شما مطمئنی؟ خواهش کنم نمونه‌های بانک اطلاعاتون مطابقت نداره. نمیخواین یه بار دیگه آزمایش کنید؟ خانم خالدی سلام بفرمایید. خب چی شد؟ نتیجه دی ان ای گرفته شده از موی سر قاتل، گروه خون و مشخصاتش تو این برگه نوشته شده. ولی این اطلاعات ما رو به جای نمیرسونه قربان. یعنی هیچ سابقه‌ای نداره؟ نه خیر. لااقل با این مشخصات نه. اثر انگشت چی؟ همونطور که حدس می‌زدیم. هیچ اثر انگشتی از قاتل نیست. نتیجه چهره نگاری چی شد؟ متاسفانه هیچی قربان. ما از این آدم به جایی نمیرسیم. اصلا گیجه، بد گیجه. چون صحنه فرزامی هم نظرم باتون کار داشتم. حالا قربان. ولی شما هم اینو در نظر داشته باشید که کاویان همون کسیه که چند فقره از پیچیده ترین پرونده ها رو تو این چند ساله به نتیجه رسونده. من بهش ایمان دارم سردار. مطمئن باشید. قول میدم بی زودی این پرونده به سرانجام برسه. ممنونم. از فرماندهی بود.
پیگیر پرونده. وقت زیادی نداریم سرهنگ. سلام عرض میکنم قربان. خسته نباشید. چه خبر؟ هویت مقتول مشخص شد. اسمش مونا محمودیه. اینم آدرس مادرش. خوبه، میخوام ببینمش. چشم قربان حتما. اگه یه هفته بهم فرصت بدی من این پرونده رو حل میکنم رئیس. فقط یه هفته. منزل خانم محمودی؟ بله. شما؟ سرهنگ کاویان هستم از اداره آگاهی. بفرمایید. دخترم مونا خدا بیامرز خیلی جوان بود. تازه 30 سالش شده بود. این اواخر 2-3 سالی بود از طلاقش میگذشت که متوجه شدم دچار افسردگی شده. خیلی دختر خوشرو و مهربونی بود. ولی متاسفانه متوجه شدم که گرفتار اعتیاد شده. اعتیاد شدید. اعتیاد به چی؟ بفرمایید خواهش میکنم. فکر میکنم هروئین. شما صاحب این عکس رو میشناسین؟ خودشه. خود نامردشه. همینی که اینقدر دخترم رو عذاب داد. الهی که خدا ازت نگذره. الهی که خدا ازت نگذره. متاسفم که شما رو ناراحت کردم، ولی اون دیگه زنده نیست. خدا رو شکر. خدایا 1000 مرتبه شکر. خانم محمودی، دختر شما با کس دیگه هم ارتباط داشت؟ الهی که مادرش بمیره. با یه نقاشی آشنا شده بود. قرار بود که با هم ازدواج کنن. شما آدرسشو دارین؟ فکر میکنم بدونم. مونا همیشه احساس تنهایی میکرد. میدونید که به خاطر ازدواج اولش مدت‌ها با خانواده‌اش قطع رابطه کرده بود. دوست صمیمی هم نداشت. تنها بود. سالها با اون مرد تیکه‌ای بی همه چیز زندگی کردن زجر کمی نیست. واقعا نمیدونم به دردتون میخوره یا نه. این اواخر میگفت همسر سابقش 1-2 بار رفته بود سراغش. حسابی ترسونده بودش. فکر میکنید میتونسته کارمون باشه؟ نه، اون قبل از این اتفاق مرده بود. بنابراین کار اون نمیتونسته باشه. بفرمایید. اینم چایی تازه داد. میل کنید. بفرمایید خواهش میکنم. خیلی ممنون آقای عبدی. ما عجله داریم باید بریم. این شماره من. اگه چیز تازه‌ای به ذهنتون رسید حتما با من تماس بگیرید. حتما. بده عزیزم.
البته به خوشمزگی پیتزاهایی که زور برام فرستادی نیست. خیلی خوشمزه بود. دستت درد نکنه. بیا عزیزم. ولی فلفلش خیلی زیاد بود، دهنمو سوزوند. نهار؟ آره. مگه سفارش خودت نبود؟ یه پاکت نامم همراش بود. نامه؟ آره ایناش. من که هرچی نگاه کردم چیزی سر در نیاوردم. موضوع چی امیر؟ شوخی بود نه؟ الو بفرمایید. چه صدای قشنگی داری شما؟ ببخشید شما؟ یه لولو خورخوره. با شما کردم. بله. سلام جناب سرهنگ. امانتی دستتون رسید؟ آشغال عوضی، اگه مردی خودتون نشون بده. عصبانی نشین. اگه مردی خودتون نشون بده آشغال. اصلا عصبانی نشین. کاملا خونسرده. میدونی چیه؟ من میتونستم سر ناهار توی غذاتون یه ذره مرگ موش بریزم. البته حواستون باشه که شما هر جوری که هست باید اون نامه رو بخونید. به زودی میبینمتون. ما هنوز خیلی با هم کار داریم. الو الو غذاتو بخور مامان جان. الو. سلام عزیز جون. سلام مادر. حال شما؟ فدا چه میلایی، تو چه داری؟ منم خوبم. مریم و شیرین جون خوبن؟ اونام خوبن ممنون. چه عجب. میخواستم یه چند روزی بچه‌ها رو بیارم پیش شما. من که از خدام مادر جون اینجوری اقلا تنهایی هم در میام. امشب؟ نه الان نه، فردا صبح خودم میارمشون. باش عزیزم، مواظب خودت باش. شما کاری نداری؟ نه مادر جون. قربونت برم. قربونت برم. فعلا خداحافظ. خدا حافظ. معنی این کارا چیه امیر؟ چرا نمیخوای من بگی چی شده؟ چیزی نشده. من این شبا ممکنه دیر بیام خونه. نمیخوام تو و مریم تنها باشین. همین. فعلا بهتره یه چند روزی برین خونه عزیز جون. آخ جون بریم خونه عزیز جون. هورا. مریم جون یه شعر قشنگ واسه مامانی بخون. حسنی پی دندون شده، زار پریشون شده، بی احتیاجی کرده، حالا پشیمون شده، با دندونا شکسته، بادون سخت و پسته، قندون خالی کرده، وای که چه کاری کرده، دونه به دونه دندونا خراب شدن یواش یواش. مامان جان تو با دندونات فیس و فندق نشکنی ها. قربونت برم. خب دیگه عزیز جون با اجازت من باید برم. کجا مادر؟ نمیشه بمونی پیش ما دور هم باشیم؟ نه عزیز جون خیلی گرفتارم. شیرین براتون میگه باید برم. مریم عزیز جون رو ناراحت نکنی ها. نه آقا جون عزیز جون عزیزمه. شیرین کاری نداری؟ نه برو خیالت راحت باشه. شما که اینجایید خیالم راحته. برو به امان خدا. فعلا خداحافظ. 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 سلام قربان. سلام. شما هنوز اینجایی؟ مشغول کار بودم قربان. خسته نباشید. ممنون. چه خبر؟ از اون تارمو چیزی به دست آوردین؟ با مشخصات هیچ کدوم از افرادی که بهشون مظنون هستیم مطابقت نداره.
با مشخصات مرده ها چی؟ مرده ها؟ بله تو مرده ها دنبالش بگردیم. چرا منتظری؟ گفتم تو مرده ها دنبالش بگردیم. بله قربان، چشم. بله. سلام امیر. سلام شیرین. مریم چطوره؟ خوبه. تو تنهایی چیکار میکنی؟ شام چی میخوری؟ یه چیزی اینجا پیدا میشه، از گشنگی نمیمیرم. شما اونجا راحتی؟ خوبه، راحتیم، ولی خب بالاخره مزاحمیم دیگه. مزاحمت چیه؟ مادر که غریبه نیست. قول میدم همه چی تموم بشه. خیلی خوب. از نامه سر در آوردی؟ هنوز نه، یعنی چیز مهمی نبود. بعدم برات میگم. باشه. فعلا خدا. خداحافظ. البته حواستون باشه که شما هر جوری که هست باید این نامه رو بخونید. به زودی میبینمتون. خانم خالدی؟ بله قربان. امشب چندم ماهه؟ اجازه بدین. 14 ماه قربان. پس امشب ماه تو آسمون کامله. بله کامله. در میان بازی رنگا نقاشی، آتلیه نقاشی عبدی، خودشه.
کاری داشتی؟ سلام. آقای عبدی کجاست؟ نمیدونم، خبر ندارم. اصلی آقای اومد دنبالشون، با هم رفتن. نمیدونم کجا رفتن. بفرم. کی بود؟ شما میشناختیش؟ نه، اولین بار بود که میدیدمش. چه شکلی بود؟ چه شکلی؟ چه شکلی؟ یه صورت سوخته ترسناک داشت. نگین با آقای عبدیا، یخ ناراحت میشه که به دوستش اینجوری گفتم. بفرمایید چایتون، سرد میشه. راستی آقا، گفتن اون تابلو رو بدم به شما. میدونم الان عصبانی هست، ولی تا هر جوری که شده باید منو پیدا کنی. خوب فکراتو بکن. ببین عوضی، خوب گوش کن چی میگم. سعی کن یا منو بکشی یا خودتو، وگرنه اگه زنده گیرت بیارم بلایی سرت میارم که. باشه، در مورد این مسائلم بعداً با هم صحبت میکنیم. کم کم دارم از دستت ناامید میشم. در ضمن یه چیز دیگه، توی صندوق عقب ماشینت هم یه کادو برات گذاشتم. مبارکتون باشه. الو الو، خیلی باهوشه، داره با ما بازی میکنه. میخواد به همه بفهمونه که پلیس نمیتونه بگیرتش. روزنامه هم که دنبال بهانه، از فردا صبح شروع میکنن. میدونم اون میخواد با آبروی 30 ساله من بازی کنه. اون با من کار داره. جونور کارشو خوب بلده. امیر جان، باید قبول کنیم که به بنبست رسیدیم. شرایط هم باید در نظر بگیریم. این پرونده رو بسپار به یکی دیگه. امکان نداره. من اعتبارم راحت به دست نیاوردم. حق دارم از خودم دفاع کنم. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ مگه من این تصمیم گرفتم؟ لابد به خاطر اینه که یه جسد تو ماشین من پیدا شده. درسته؟ من درکتون میکنم. باشه، هیچ مشکلی نیست.
قربان حق با شما بود، یه مورد مشابه توی مرده ها پیدا کردم. متشکرم. سرهنگ 2 روز دیگه، فقط 2 روز دیگه بهت فرصت میدم، اونم با مسئولیت خودم. پیداش کن امیر. بله رئیس. من چیز زیادی ازش نمیدونم. سلام. سلام. کاری داشتی؟ خانم خالدی؟ بله. فوراً سرده عبدی رو دستگیر کنید. چشم. کجاست؟ کی کجاست؟ چی کجاست؟ خودتو به خریت نزن پیرمرد. گفتم کجاست؟ آقا چی میخوانی از جونم؟ آخه من چه میدونم بهروز کجاست؟ تو از کجا میدونی که اسم اون بهروزه؟ من گفتم بهروز؟ تو این دکمه رو میشناسی نه؟ حالا بگو بهروز کجاست؟ طبق آخرین اطلاعات و تحقیقات شبانه روزی بالاخره معلوم شد قاتل کسی نیست جز بهروز رفیعی، یعنی همون شهاب معروف. شهاب؟ ببخشید قربان، منظور از شهاب همون سارق مسلح حرفه‌ایه که سال گذشته با اونو باندش درگیر شدیم. ولی بهروز هم دستاش که تو اون حادثه کشته شدن. ما فکر میکردیم جنازه سوخته‌ای که توی اون آتش سوزی پیدا شده جنازه اونه، ولی اینطور نیست. عکس بعدی لطفاً. اولین مقتول نادر مصطفی بود، رقیب اصلی بهروز که با دختر مورد علاقه اون ازدواج کرد. عکس بعدی لطفاً. دومین قربانی مونا محمودی، دختری که مدت‌ها دست راست بهروز به حساب می‌آمد. عکس بعدی لطفاً. مقتول سوم امید عبدی، نقاشی که می‌خواست با مونا ازدواج کنه. با پیدا شدن اون تارمو و صدایی که در آخر نوار تولد داشتیم، تمام مجرمینی که به نحوی توسط من به دام افتاده بودن احضار و تحت آزمایش صوت و دی ان ای قرار گرفتن.
با بررسی سوابق به این نتیجه رسیدیم که بهروز زنده است و داره انتقام میگیره. خوابی؟ نه. میخوام آزادت کنم بری. آزادم کنی؟ باورم نمیشه. چرا؟ باور کن. فقط یه شرط داره. چه شرطی آقا؟ شرطش اینه که با ما همکاری کنی تا بتونیم بهروز رو پیدا کنیم. چشم. خوبه. خوبه. رسیدی؟ همینجاست؟ بله جناب سرهنگ، همینجاست. وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. دروغم کدومه جناب سرهنگ؟ من خاطر جمعم که اینجاست جناب سرهنگ. منو فریب داد. من میخوام تلافی کنم. الان معلوم میشه. یادشید شما مراقب عقب باشید. مراقب عقب باشید. شما رو به جلو. یا آخر عمری ببین چجوری خودتو تو بچه داخل. بازی من و تو به این سادگی تموم نمیشه. قربانی چهارم پیش منه. مرگ و زندگیشم دست توه. اگه منو میخوای بیا بیرون شهر. تنها. فقط اشتباه نکن. قربانی چهارم پیش منه. حسینی چه خبر؟ متن شما درست بود قربان. داره دنبالتون میاد. خوبه، باید بکشونیمش یه جای خلوت. اینجا خطرناکه. بله قربان. من میرم سمت بزرگراه. فکر میکنم فهمیده دنبالش. چش ازش بر نداره. بله.
چی تو فری دارم میرم دنبالش. مراقب باش. اون یه گروهان داره. سایه به سایه دنبالشم، خیالتون راحت باشید. حواسم هست. موقعیت. داره میره به سمت جنوب. الان خودمو میرسونم. دوباره پیچید توی فرعی. یه تابلوی خروج کنار جاده. شنیدم. دارم میام اونجا. طرف مزرعه زهره. جناب سرهنگ صدا منو میشنوی؟ بگو حسینی میشنوم. من جا موندم قربان. سوژه مزرعه رو دور زد داره میاد به سمت اتوبان. پیاده شو. اسلحه‌تو بنداز، دستاتو بذار رو ماشین. آفرین آفرین جناب سرهنگ، بالاخره پیدام کردی ها. یه خورده طولانی شد ولی خب همچین بدم نبود. کجاست؟ حرف بزن. به اونم میرسیم. جاش امنه. بازی دیگه تموم شده بهروز. نه، من یه دونه گروگان دارم. این ماشین رو میبینی؟ توش پر مواد منفجره است و اگه تو به ما شلیک کنی من و این ماشین میریم هوا و اون گروگان هم کشته میشه. آخه طفلکی مریم کوچولو. مریم؟ تو داری بلوف میزنی. بلوف میزنم؟ یعنی تو به من اعتماد نداری؟ جواب نمیدن نه؟ شاید براشون یه اتفاقی افتاده باشه، یه اتفاق خیلی بد. خفه شو، ببر رو صدای نحس تو. الو شیرین؟ اون کثافت مریم رو با خودش برد. چی؟ مریم؟ مریم رو نجات بده. مریم
آقا جون من میترسم. آقا جون اون بچه رو ولکن بره. ولش کنم بره؟ گفتم اون بچه رو ولکن بره. کجا بره؟ وایسا سر جات، تکون نخور. من و مریم جون با هم دوستیم، مگه نه خانومی؟ فقط نمیدونم چرا از من میترسه. میدونی چرا؟ چون تو منو این شکلی کردی. نگاه کن. من؟ آره تو. نکنه یادت رفته سال قبل من توی اون ماشین سوختم اما زنده موندم. ببین من زنده‌ام. زنده. خیلی خوب بذار اون بره. اون بچه هست. من آمادم هر کاری بگی میکنم، فقط اونو ولکن بره. خیلی خوبه. حالا آروم دستاتو بیار بالا. زانو بزن. حالا اون اسلحه‌تو بنداز کنار. چه لحظه با شکوهیه. خداحافظ جناب سرهنگ. بودو مریم، بودو مریم. آقا